یک جوان بود، نابینا بود، قدش پست بود و بسیار یک چهره بد داشت. ولی او بسیار یک جوان خدا ترس بود که حافظ قرآن هم بود. از خدا زیاد میترسید. وقتی سینش به 24 میرسد، به نزد پدرش میرود، میگوید پدر جان، من میخواهم آیله دار شوم، برای من یک زنی بیابید، خواستگاری کنید. پدرش میگوید تو مگر نمیبینی تو کور هستی، قدت پست است، تو این گونه صورت داری، کدام دختر راضی است که تو را بگیرد؟ من قرضدار هستم، تو باز میگویی مرا زن بده، هیچ کسی تو را نمیگیرد. این جوان از پدر دلش میموند، ناامید میشود، به نزد مادر میرود. مادر مهربان است، میگوید مادر جان، من میخواهم آیله دار شوم. مادرش میگوید فرزندم، تو که قدت پست است، تو که نابینا هستی، هیچ دختری راضی نمیشود برای خانه دار شدن با تو. این جوان از مادر هم دلش میموند، از اون مادر هم ناامید میشود. تنها یک در ماند، دری الله، که همیشه دری رحمت الله به ما بندگانش باز است. این جوان به مسجد می رود، نماز می خواند، دعا می کند. می گوید یا الله، مرا که تو کور خلق کردی، مرا که تو کور آفریدی، مرا تو نابینا آفریدی، مرا تو قد پس آفریدی، این صورتی بده که در من است او را تو رسام کردی. یا الله، من میخوام آیله دار شوم. پدرم ناامیدم کرد، مادرم ناامیدم کرد. من امید از رحمت تو دارم یا الله. دعا میکند و خوابش میبرد. میبیند در خوابش که در یک جای بسیار تفسان است که قریب است مغز سرش از گرمی بجوشد. در همان لحظه از آسمان یک چادری می آید و هر وقتایی که نزدیکتر می شود این جوان خنکتر می شود و او به طور سری این جوان می آید و او از شدت خنکی از خواب بیدار می شود. می رود به نزد شخصی که خواب را تعبیر کرده می تواند. می گوید خوابت را نقل کن. خواب را حکایت می کند. میگوید تو درست که میگوید تو دیروز در خدا را نزده بودی؟ این جوان میگوید دیروز در خدا را زدم، بسیار زدم. آن مرد میگوید تو در خدا را زدی، الله مهربان درش را باز کرد، بخواه از خدا هر چی که میخواهی. این جوان میرود به نزد پدرش، میگوید ای پدر جان، من شنیدم که در فلان جا یک دختر زیبایی است، او را برای من به خواستگاری برو. من کور هستم، من نابینا هستم، من دیده نمیتوانم، ولی شنیدم که بسیار دختری خوب و زیبا است، او را برای من به خواستگاری برو. پدر میگوید تو چی میگویی؟ آنقدر خواستگار به اون خانه میروند، با آنها نمیدهند. آن دختر مگر راضی میشود با توی نابینا آیله دار شود؟ به نزد مادر میرود، مادر همین جوان را ناامید میکند. این جوان میگوید یا الله، تو که درت را برای من باز کردی،
من خودم میروم به خواستگاری. وقتی میرود در را میکوبد، پدر دختر در را باز میکند. میگوید من برای خواستگاری به دختری شما آمدم، برای خودم. پدر دختر هیچ گپی دغلی نمیگوید. میگوید خوش آمدی پسر جان. من هیچ چیز نمیگویم، ولی باید از دخترم بپرسم. من راضیم، اما باید راضیگی دخترم را بگیرم. میرود به دخترش میگوید دخترم، به خواستگاری تو یک جوان آمده است. او نابینا است. او بسیار یک افتی صورتی بیزه دارد. او قدش پست است، ولی دلش پاک است. از خدا میترسد. دخترم تو چی میگویی؟ دختر میگوید پدر جان، کی هست که سخن تو را رد کند؟ این دختری که آنقدر جوانهای زیبا، جوانهای ثروتمند به خواستگاریش آمد، رد کرد. ولی با یک جوان نابینا، یک جوانی که بسیار قد پست و چهره بد دارد، آیله دار می شود. البته این دل را الله نرم کرد برای این جوان. دلهای بنده ها در بین انگشتان الله است. اگر که الله که بخواهد، دیگر چیز کار ناممکنه نیست. تنها الله بخواهد. جوان هایی که میخوان با چیز صاحب شوند یا با فلان دختر آیله دار شوند، تو از پدر و مادر آنها نخواه، تو از الله بخواه. الله مهربان هم پدر و مادرش و هم خودش را راضی میگرداند. در حق بنده دعاگو باشید.